زود بعد از باز میبرمتون داخل بازار چنداول، داخل بازار مشهور چنداول دیگه، که فکر نکنم هیچ کس باشه که باسکل فروشی و الکترونیک فروشی های چنداول نشناسه. فعلا دوستان عزیز سرکش میبینیم تا پیش منارش همچنان میریم، بعد از باز دور میخوریم طرف خود. مقبول است و واقعا هر زمان که میایم چنداول یک بار به خاطر از این منار تا این قسمت ها را میایم، چون که منار مرا یاد تاریخ افغانستان میندازه، چون بسیار یک تکسچر زیبا، تکسچر مقبول و عالی داره. میره پایینش هم کارگرها دوستان عزیز قدر پیش نمیری. باسکل‌ها رو ببینید دوستان عزیز، رنگ و رنگ باسکل و هر چیزی که بخواین در این مارکت به صورت کامل پیدا میشه. دوستان عزیز باسکل فروشی ها. سلام و درود نثار شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتان با آرامی، خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما در چنداول شهر کابل هستیم. چنداول اول دوستان عزیز سرکش یک دوره میزنیم، بسیار همه تو زود بعد از باز میبرمتون داخل بازار چنداول، داخل بازار مشهور چنداول دیگه، که فکر نکنم هیچ کس باشه که باسکل فروشی و الکترونیک فروشی های چنداول نشناسه. فعلا دوستان عزیز سرکش میبینیم تا پیش منارش همچنان میریم، بعد از باز دور میخوریم طرف خود چنداول. البته بازار چنداول، منطقه چنداول اینه میبخشه دوستان عزیز. میبینیم دوستان عزیز که نه دست فروش ها هستن، اینجا میونن پرده زده، ما کارش شروع نشده که چقدر زیاد وقت است پرده زده شده، ما کارش نمیکنم که یک وقت شروع میشه. این طرف هم دوستان عزیز که پیشتر بیم عمده فروشی ها هست، عمده فروشی های چنداول دیگه. از اینجا دوستان عزیز همی افغانستان که نیست، فکر کنم که نزدیکتر معلوم شود باشه. ببینم اگر شو اگر در کدام قسمت دیگه باشه باز نمیشه. این طرف دوستان عزیز اینجا کلش چی میگن عمده فروشی از بال دوستان عزیز افغانستان، اون از نزدیکه زیرا معلوم میشه در سر کو. ببینین ماشین براتون نزدیکترش کنم، اون افغانستان دوستان عزیز، اون هم افغانستان بوده دوستان عزیز. بازسازی کردن دوباره و آدمی شب روز چراغان میشه و شبانه که شما اگر طرف افغانستان ببینید، طرف هم 96 البته در سر کو بسیار چراغان و زیبا و مقبول معلوم میشه. حتما اگر در کابل هستین یک بار شب ببینین اگر این رخ کو براتون معلوم میشه. در ضمن دوستان عزیزی کوه ایتون یک موقعیت خوبش داره و افغانستان دیت یک موقعیت خوبش نوشته شده که بسیار متعالی و خوبش و زیبا به بسیاری موقعیت زیاد کابل معلوم میشه. و او طرف هم دیوال تاریخی کابل است دوستان عزیز که میبینین. خب با این هم دیگه چنداول که زیاد از موضوع ویدیو موضوع دور نشیم. البته نمیبینین این کلن دوستان عزیز عمده فروشی هست، عمده فروشی مواد ارتزاقی. یک ذره یک زود دوستان عزیز قدم میزنم که زود بریم و زود نوبت به بازارش هم برسه که بازارش جالبتر است دیگه. اینیا دوستان عزیز کلن عمده فروشی است که مردم باز میان دیگه میخرن. مردم دوستان عزیز البته پرچون میخرن باز با قیمت عمده. کسایی که باز عمده میخریدن دیگه باز یک 20 افغانی در هر برجی و او باز ارزانتر هم حساب میکنه. اما در کل عمده فروشی دیگه که به صورت پرچون هم فروش دارن. مارکت ها دوستان عزیز کلن عمده فروشی است. میایم دوباره در پایین سرک دوستان عزیز که منار چنداول درست سر ببینیم. این منار بسیار دوستان عزیز زیبا و انتیک و مقبول است و واقعا هر زمان که میایم چنداول
یک بار به خاطر از این منار تا این قسمت ها را میایم، چون که منار مرا یاد تاریخ افغانستان میندازه، چون این بسیار یک تکسچر زیبا، تکسچر مقبول و عالی داره. میره پایینش هم کارگرا دوستان عزیز قدر پیش نمیریم، میخوایم زودتر ببرمتون بازار چنداول که باز ویدیو خسته کن نشه براتون اونجا را هم ببینیم. این طرف هم دوستان عزیز مارکت است، میبینین که نه راه پیاده رو تقریبا بند است، اما یک زرگک جای پیدا میکنیم که بریم. این مارکت دوستان عزیز به نام مارکت چقرک است. نام از این بسیار خوشم میاد. اگه شما ویدیوهای سابق چنداول هم دیده باشین، ما همیشه این مارکت نشان دادیم و گفتیم که این مارکت بسیار نامش جالب است و اما تو خوشایند، یک نام بسیار جالب و خوش داره دوستان عزیز. و البته مارکت هم دوستان عزیز تماما که میبینین اینم تو عمده فروشی ها هست، که میبینین تماما عمده فروشی دوستان عزیز. کلا یک تا دکان دیگه غیر عمده فروشی رو نمیبینین. لیمو کشال جوشک هم بود دوستان عزیز، کشال جوشک و تخم مرغ جوشانده. این مارکت هم بسیار کلان است دوستان عزیز، چقدر دکان ها داره. حتما به گزینه گزاف همچنان اعمار شده و البته کرایه ماهوارش هم دوستان عزیز که بگیره بسیار زیاد میشه. داخلش هم کلا دوستان عزیز مارکت است، مارکت مواد ارتزاق فروشی است کلا. میبینین دیگه که سر تا آخرش مواد اولیه و ارتزاق فروشی هست. کم کم دیگه ما دوستان عزیز به بازار میرسیم که برسیم دور میخوریم عاجل. اما متاسفانه بازار یک ذره یک دور شد. هموطنهای ما دوستان عزیز یک عادت دارن بالای هر کس نام میمونن. کاکای ما با دوستش میگفت جاوید پقپقی کجاست، جور است، اولادایش خودش باز میفاد جاوید پقپقی خوب است، جور است و سلامت است. دوستان عزیز در این ویدیو میریم بازار چنداول کوتا میبینیم، باز انشاءالله در یک ویدیوی دیگه، در یک ویدیوی جداگانه به طور کاملا مفصل و کاملا کامل براتون باز نشانش میدم. کلا دوستان عزیز این بازار چنداول است که داوایلش اینمی کلچه‌پزی است دوستان عزیز که این در تصویر میبینین. یه دوستان عزیز زیاد کارخانه‌های کلچه‌پزی است، آشپزخانه هاست و بینمی تلویزیون هایش هم دوستان عزیز مشهور است. تلویزیون ها زیادتر مالویش هستن و باز زیادتر دارن اینجا و میفروشن. تلویزیون های مستعمل البته دوستان عزیز، نه هم دارن مستعمل ها. دیگه اینی مارکت باسکل فروشیش از دوستان عزیز که در تصویر میبینین. باسکل ها رو ببینین دوستان عزیز، رنگ و رنگ باسکل و هر چیزی که بخواین در این مارکت به صورت کامل پیدا میشه. دوستان عزیز باسکل فروشی ها خوب. دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در کانال الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.